همه هنرمندای محبوب نه تنها از تاجیکستان بیرون از تاجیکستان هم همه دلش ریش شد. فیضگل زنی مرد بود. فیضگل دستی من به کار کرد، شاگردم بود. افتخار میکنم که همین شاگرد داشتم. صد افسوس که این خیر روز به من نمیخواستم که امروز من در این در ماتم این دختر باشم. من میخواستم که اینا بینم به عمر درازش. هندوستان همراه هم برده بودم، برنامه‌های زور کنسرت‌های اشتراک کرده بودیم. این سفر هندوستانی این آخر نشده است. این سفرش بسیار خدمت‌ها کردگی است، بسیار سرودای خوب خوندگی است، بسیار برای مردم تاجیکستان جانبازی که وقت‌های وازبین به خدمت کردگی است. همچون یک خواهرکم، همچون یک فرزند پدرم احترام داشتم. خداوند کریم رحمت کند، جایی که جنت شود. خدا به پیونداش به فرزنداش صبر دهد، بخشش تبار و پروردگار. ما از نام همه هنرمندا هممون برابر میگیم که خدا الوداع خواهر جانم، خدا جایی که جنت پرورد. دردا که در این بادیه عمر نورد، هر لحظه فراق دوست باید دید، هر لحظه ودای همه می باید کرد. و پاداش اینقدر خدمت ها و اینقدر جوانمردی هایی که فیضگل کرده است، ما همه امیدواریم و دعاگو هستیم که جایگاه آخرتش فردوسی برین خواهد بود. آمین. الوداع فیضگل جان، الوداع خواهری عزیز. اولا یک جوی کار کردیم اومدیم امروز با این روزه رسید. باور کنین باوری نمی‌بیاد که امروز فیضگل قدیم نیست، لیکن همه باید که دیو داشته باشه که هممون انم خیلی در تای خداوند گشته استیم. امروز یک پگاه خداوند یک جوش جنت کنه. شو دختر خاکسار بود، شو تو یادم با یک جوی کل اینجا فیضگل میگو باور که عزیزم الوداع میمونه که تمیش خوش آمده برادر عزیز. فیضگل برای ما یک فرزند بود. از 16 سالگی همراه بودیم. همیشه بابا گفتن صدا می‌دید در گوشم. الوداع خواهری عزیز، فرزند عزیز. که ایزم برای خودش هیچگاه زندگی نکرد، فقط خیش گفت، تبار گفت، بیگانه گفت، یتیم گفت، صغیره گفت، برای همینا زندگی کرد. این زن همه خزنی بود که من میدونم، من چقدر اینو در نزدیک بودم. این حتی باور کنید مبلغ نگاه نمیکرد. هنرمند زیاد است ولی انسان کم است. این پیش از هنرمند بودنش انسان بود. انسانی والایی بود که همه در خدمتش رسیدگی است. محسیدم من در تمام اینمی روزهای سختی ما در بری ما بودگی است. این بهترین شخصیت بود. خداوند رحمت مغفرت جایش جنت باشه.